خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. پیش از بازگشت به استالین آباد 5 اپریل سال 1954 ساعت 10 در شورای علمی انستیتوت شرق شناسی اکادمی فنهای SSSR دفاع رساله نامزدی من در موضوع مأخذهای آموزش ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر 19 برپا گردید. در عرفه این روز و پیش از آغاز مجلس نهایت در هیجان و اضطراب بودم. پس از آن که مجلس با حضور دانشمندان نامور مملکت به آرامی و شکوهمندی گشاده شد، در من هم آرامش و خاموشی اعصاب رخ داد. سخن افتتاحی خود را به تأنی و آهنگ روشن به عرض رسانیدم. سخنرانی 2 عالم معروف استاد برتلز و مدرس دانشگاه استریکوف را حاضرین با دقت تام گوش کردند. هرچند با متن سخنرانی های آنها قبلا آشنا بودم، ولی این نوشته ها امروز از زبان آنها به گوشم چون صدای شیرین پدرانه، آهنگ غمخوارانه و مهربانانه داشت. شادی من در دل می افزود و اضطراب های گذشته را به یاد آورده خود به خود می خندیدم که چه خیال های باطل داشتم. با شنیدن سخنهای صمیمانه و نیکخواهانه از زبان عالمان شناخته و محترم در حق جوان نوپر و مسافر و نامشهور، گذشت ساعتهای سعادتمند خود را نفهمیده ماندم. نهایت نتیجه های مجلس را اعلان کردند و رفیقان و دوستانم مرا حلقه‌وار بین خود گرفته به تبریک و تهنیت به آغوش می گرفتند، می بوسیدند. از شادی و خرسندی کی بودن هر یکی آنها را از هم تفاوت نمی کردم و به نظرم چنین بود که تمام عالم و تمام مردم به خرسندی من شادمانی می نمایند. در ظرف قریب 10 روز از پشت که 9 در تلگراف مرکزی به نام من برقیه های تبریکی می آمد. از نام استاد عینی و خانواده آن کس سر کرده تا خویشان و اقربا از سمرقند و دوستان و رفیقان از ازبکستان و تاجیکستان و قفقاز، همه به صمیمیت و صدق و صفا واقعی بزرگ را در حیات من تهنیت و شادباش می گفتند. در واقع هم در آن سالها رساله علمی نوشته به وسیله دفاع آن به درجه نامزدی رسیدن نه تنها در حیات شخصی یک فرد، بلکه در حیات علمی جامعه واقعی کلانی دارای اهمیت اجتماعی و فرهنگی بود. هر یک کار تحقیقاتی نامزدی سهم معین در علم بود. شادروان برتلز در تقریض خود، نسخه آن در دست من است، نوشته بود: نقل قول صاحب رساله نه تنها به طور واضح ثابت نمود که وی می تواند مستقلاً به کارهای تحقیقاتی علمی مشغول گردد، بلکه وی با اثر خود به علم سویتی سهم مهم می گذاشت که این نکته را درباره نه همه رساله های بررسی شونده و دفاع گردیده گفتن ممکن است. پایان نقل قول. برای من که در چنین سنت ها تربیه یافتم، امروز خیلی سخت است که درجه علمی رساله ها نهایت پست شده است. این جانب در 2-3 سال اخیر با وجود مشغولیت های زیاد و صحت نچندان خوب در این جاده سروری نموده سعی می کردم که پیش راه سیل کارهای سست بنیاد علمی را گیرم، اما نشد. جناب منیازف عبدالقادر تمامی چاره و تدبیرها را دید که من از این کار دست کشم و راه به اثرهای غیر علمی هموار گردد. بی ربطی و بی نظمی به درجه رسید که سرور دولت امام علی رحمانوف در برآمد خود به این مسئله دخل نموده مؤسسه های علمی را سخت تنقید نمود.
24 ینوری 2004. مهلت تحصیل اسپیرانتور 1 اپریل به آخر رسیده بود. بعد از مجلس دفاع حجت‌های ضروری را به اداره حالا هم مشهوری وقف فرستادند. اکنون تردد بازگشت به استالین آباد را دیدن لازم بود. اما در این میان کاری پیش آمد که بازگشت من به چند ماه تأخیر یافت. مختصر این سرگذشت به این شرح است. در میانه‌های فوریه مرا به اتفاق نویسندگان SSSR دعوت کردند. در یک خانه عمارت با شکوه تاریخی مرا به سرگ نام شخصی که یاور کاتب اتفاق نویسندگان نیکولای سمیانویچ تیخانوف بود قبول کرد و بعد از حالپرسی عرفی گفت که اتفاق نویسندگان و شخصا محترم تیخانوف با توصیه میرزا ترسونزاده از من دعوت میکنند که در کمیسیه ادبیات‌های خلق‌های SSSR وظیفه مشاور ادبیات تاجیک را به عهده گیرم. این پیشنهاد برای من تماما غیر چشم داشت بود. از آهنگ سخن آن شخص چنین برمی آمد که خودی فردا به کار شروع کنم. بعد از صحبت مختصر گفتم که این پیشنهاد برای من شرف کلان است، ولی حالا در پیش مهماتی دارم که رساله نامزدی را باید دفاع نمایم. بجز این با رهبر علمیم استاد عینی و اینستیتوت استالین آباد که اسپیرانت آن هستم باید مشورت کنم. من که خود آرزویی بعد از اسپیرانتور 1-2 سال در مسکو ایستادن را داشتم، پیشنهاد اتفاق عین مدعا بود. اما به رضایت استاد و اینستیتوت به این کار اقدام نمودن ممکن نبود. روزی دیگر به اینستیتوت آمده برگینسکی را دیدم و به وی از پیشنهاد اتفاق نویسندگان نقل کردم. گفت که از چنین امکانات مساعد استفاده نمودن لازم است. شما حتی می توانید در این چند سال برای گرفتن عنوان دکتری رساله بنویسید. درباره رضایت استاد عینی باشد، برگینسکی فرمود که نامه نویسم و اجازه آن کس را التماس کنم. استاد شاید رضایت دهند. به استاد نامه نوشتم و بعد از 1 هفته جواب گرفتم. مهر نامه را در پشت گشادم به امید جواب مثبت استاد. اما جواب استاد بالکل خلاف چشم داشتی من بود. این بود جواب استاد: به رفیق رسول هادی زاده، مکتوب 21 فوریه نوشته اتان 27 ماه مذکور رسید. در زمستان پچته هوایی از پچته مقرری دیر میماند. من درباره پرسش شما سطرهای زیرین را می نویسم. هر کس که در یک زمان معلوم و وقت معین برای تحصیل علم در مسکو ایستاده باشد و حقیقتاً او طالب علم و خواهش پیش رفتن داشته باشد، البته در آنجا ماندن را خواهش می کند. اما من در شرایط حاضره بی آدمی و قحط الرجالی تاجیکستان این فکر شما را قبول کردن نمی توانم. من هم از نقطه نظری آن که یکی از کارکنان جوابگری اکادمی تاجیکستان می باشم، هم به صفت آن که شما را کادر تیار گفته های های و بای بای گویان به اسپیرانتور آنجا تقدیم کرده ام، هم از جهت آن که در وقت پر شدن مدت اسپیرانتورتان شخصاً کوشش فوق‌العاده کرده مهلت را 6 ماه دراز کنانیدم، این فکر شما را قطعیاً قبول کرده نمیتوانم. زیرا در آن صورت هم خودم در میان کسانی به این کار دخلدار و رهبران بالا رسوا و خندخریش می شوم، هم در حالت حاضره تاجیکستان وجدانم در عذاب می ماند. باید شما هم در این کار نه از نقطه نظر منفعت شخصی خود که در مسکو زودتر پیش می روید و هم زندگانی آنجا نسبت به استالین آباد مدنی و آسوده است قطعی نظر کرده، فقط جهت قحط الرجالی، قحطی آدم تاجیکستان را به نظر گرفته زود بیایید و بعد از آن خود را در درون جمعیت تاجیکستان با کار خود خوب نشان دهید. در آن وقت بعد از 3-4 سال می توانید به دکترانتی روید. درباره نشان دادن اثرهایتان به برگینسکی باشد،
شما می توانید با مکتوب علاقه بندید یا کماندیروفکه گرفته رفته آیید. در هر حال حاضر آنگونه فکرها را از میانه برآرید. یک مسئله دیگر هست که من وی را تا حال چندین بار به شما با مثالها به طرز اشاره گفته باشم هم آن مسئله را در پیش شما قطعی نگذاشته بودم. اکنون وقت قطعی گذاشتن آن مسئله و حل کردن آن رسید. این مسئله زبان تاجیکی است. حاضر دانش روسیتان برای در تاجیکستان کار کردن موقتا کفایه کند هم برای کارکنی حقیقتا علمی ادبیات تاجیک شدن زبان تاجیکیتان کفایه نمی کند. درست است که این کمبودی در بسیار کارکنان علمی ادبیات تاجیک است، اما آنها را اکنون اصلاح کردن خیلی دشوار است. اگر شما در ایام زنده بودن بعضی کارکنان کهنسال تاجیک در استالین آباد باشید، این کمبودی را در اندک مدت می توانید اصلاح کنید. نه تنها خود را اصلاح کنید، با غیرت جوانی شما دیگر جوانان هم در اصلاح کمبودی زبانیشان کوشش کنند. این مسئله را در پیش شما در زمان اسپیرانتیتان ماندن ممکن نبود، زیرا در آن وقت مهمترین کارها با موفقیت تمام کردن اسپیرانتورا بود. اکنون زمان اصلاح آن کمبودی رسیده است و این کار در مسکو هیچ ممکن نیست. به رفیق برگینسکی از من سلامی صمیمانه رسانید. از زبان من گوید که به کادرهای به نظر نمایان تاجیکستان در وقت بیکسی و بی آدمی تاجیکستان این گونه مصلحت ها ندهند. با سلامی رفیقانه، عینی صدرالدین. 27 فوریه 54 شهر سمرقند. امضای استاد. نامه استاد عینی که به غمخواری و مالامال از نصیحت خردمندانه بود به من تأثیرات عمیق گذاشت. هرچند دلکشالیم به کار اتفاق نویسندگان کم نشده بود، اما عزم آن داشتم که بعد از دفاع به استالین آباد بازگردم. در آخر مرد میرزا ترسونزاده به مسکو آمد. برای ملاقات و حل مسئله نزد آن کس به مهمانخانه مسکو رفتم. ترسونزاده درباره اصل ماهیت مسئله و سبب به این کار توصیه کردنش مرا به تفصیل نقل نمود. بیان اجمالی گفته های ترسونزاده به این قرار بود: در اتفاق نویسندگان SSR چند سال پیش با تشبوس دبیر کل اتفاق الکساندر فدیف کمیسی ادبیات های خلقای SSR تشکیل شده بود. اما در سالهای جنگ و بعدتر هم این کمیسیه تماماً از فعالیت باز مانده است. یکی از دبیران اتفاق نیکولای سمیانویچ تیخانوف با سازی ساختار کمیسیه و از نو برقرار نمودن فعالیت آن را به عهده گرفته است. در آغاز کار کمیسیه باید در هر جمهوری نماینده مشاور داشته باشد. ترسونزاده گفت: این کمیسیه به منفیت ادبیات‌های ملی کار خواهد کرد. ما در نقشه داریم که اثرهای بهترین تاجیکی به زبان روسی به قلم ترجمان‌های زبردست ترجمه شده در مقیاس اتفاق و حتی در خارج هم انتشار یابد. به جز این اثرهای کلاسیکان ادبیات تاجیک را بیشتر و بهتر ترجمه کنیم. برای این رابطه های ادبی رسپوبلیکاها و ادیبان جداگانه را وسیع‌تر و مستحکمتر کردن لازم است. به همین منظور به کمیسیه شاعر نامدار و ارباب جمعیتی تیخانوف راهبری می کند. تیخانوف خواهش نمود که به حیث مشاور ادبیات تاجیک ادبیات شناس خوبی را از تاجیکستان توصیه کنم. به نظرم شما از هر جهت به این کار مناسب و موافق هستید. شاید شما در مکتوبتان به دامالله ماهیت مسئله را درست شرح نداده باشید. من به آن کس مکتوب می نویسم یا در ملاقات بیواسطه در این موضوع صحبت می کنم. باور دارم که دامالله هم به این کار راضی می شوند و از ماندن شما در مسکو نمی رنجند. بعد از دفاع رسالتان در اتفاق با دل جمع به کار سر کردن گیرید.
واقعا هم در چنین مهمات حیات ادبی کشور اشتراک نمودن و در رونق ادبیات و مدنیت خدمت گذاشتن افتخاری بزرگ بود. مطمئن بودم که ترسونزاده به این کار رضایت دامالله را خواهد گرفت. قرار دادم که بعد از دفاع به کار شروع کنم و از 16 اپریل در اتفاق نویسندگان چون مشاور ادبیات تاجیک به کار قبول شدم. امیدی بود که استاد نهایت به مصلحت ترسونزاده راضی شود. فرضاً استاد در بازگشت من به استالین آباد اصرار کند، کوچ را بسته به استالین آباد بازگشتن دشوار نیست. در آخر اپریل از استالین آباد به اتفاق نویسندگان نامه رسید که 15 می پلنوم نویسندگان تاجیک برگزار می گردد و در پلنوم اشتراک نماینده مسکو مطلوب است. کاتبات قرار داد که من برای شرکت در پلنوم به استالین آباد روم و ضمناً مسئله در مسکو کار کردنم را حل و فصل نمایم. قرار دادم که در راه استالین آباد در سمرقند توقف نموده با استاد عینی در این مسئله روبرو به تفصیل مشورت کنم. روزی دیگری به سمرقند رسیدنم به حوله استاد شتافتم. وقتی چاشت بود. در خانه کاری دامالله را بسته دیدم. به حوله درون در آمدم. کدبانو گفت که همه در خانه درون هستند. در آمدم. سلام کردم. دامالله بالای کتی نرم نشسته است و پیشگیرکی به گردن نصب نموده و خالیده به ایشان با قاشق غذا می دهد. در خانه همسری دامالله و ودود محمودی که چند ماه پیش از محبس انکبد آزاد شده بود نشستند. تا تمام کردن استاد خوردن را وقت به پرس و پاس‌های مقرری گذشت. من از صورت دفاع نمودنم نقل مختصر کردم. نقل می کردم و از استاد چشم نمی کندم. می دیدم که رنگی روی او زرد شده، چهرهش نیز کاهیده است. چشمانی تیزش کمی خیره می تافت. معلوم بود که مدت بیمار بوده است و چند روز پیش از بستر برخاسته است. استاد بعد از خوراک 2-3 پیاله چای خورده با یاری خالیده از کت پایان شد و مرا به خانه کاریش تکلیف کرد. دامالله پیش و من از عقب ایشان روان شدم. استاد همانا از کوچه رسیده بود که در بر کیتل خاکستر رنگی هر وقته و در دست عصا داشت. وی به نزد تریزه بستول نشسته مرا در رو برو نشاند. گمان کردم حاضر با عتاب و قهر مرا ملامت خواهد کرد. نه، آن کس آرام بود و به آرامی به سخن سر کرد. من در خطم فکر خودم را درباره خواهشی در مسکو ماندنی شدنتان نوشته بودم. گپ در این است که کس فقط از کتابخوانی و کتابخانه رفتن دانش و تجربه حاصل نمی کند. دانش و علم و تجربه روزگار در کاروبار در میانه آدمان حاصل می شود. شما تخصص خود را از ادبیات کلاسیک انتخاب نموده اید. اگر کوشش کنید، کار کنید، در ادبیات کلاسیک متخصص خوب می شوید. کار اتفاق نویسندگان به تخصص شما هیچ کمک کرده نمی تواند. شما کاتب تیخنوف می شوید و بس. این وظیفه البته برای اتفاق نویسندگانی هم مسکو هم تاجیکستان ضرور است. برای اجرای آن جوانی لازم است که با ادبیات معاصر مشغول باشد. مصلحت این است که هر چه زودتر به استالین آباد بازگردید. در اکادمی کار در آموختن ادبیات کلاسیکی خیلی زیاد است. شما در اینجا ضرورتر هستید، نه در اتفاق نویسندگان SSSR. من به استالین آباد رفتنی هستم. در آنجا ترسونزاده را دیده گپ میزنم که شما را از این کار آزاد کند. من در آخری صحبت گفتم که آنچه استاد میگوید از روی همان عمل کردنی هستم. در مسکو هم فکر استاد را در این مسئله میدانند و به بازگشت من به استالین آباد مانع نخواهند شد. من از نزد عینی برآمدم. خالیده تا دروازه مرا گسیل کرد. چطور؟ ددمالله شما را سخت تنبیه ندادند؟ پرسید وی. آن کس خط شما را خوانده خیلی رنجیدند. در قهر شدند. گمان کردم در تنهایی شما را سخت جنگ میکنند.
نه، دامولا خیلی ملایم و نرم مرا نصیحت کردن. در واقع هم گپشان حق. من به استالین آباد برمیگردم. مصلحت عینی پدر و مادری مرا هم خرسند کرد. در استالین آباد بودنم برای آنها نیز نغز است. رفت و آمدنمان آسانتر می شود. بعد از 2 روز به استالین آباد رهسپار شدم. هم در سمرقند، هم در راه و هم در استالین آباد مرا وضع بیمارنمای استاد در تشویش و اندیشه می گذاشت. فکرهای بیمنگیز سینه را می خراشید. بعد از 5-6 روزی به استالین آباد رسیدنم شنیدم که عینی هم آمده در باغ حکومتی در کتیج هر وقته خود اقامت گزیده است. 14 می پلنوم اتفاق نویسندگان در تالار کمیته مرکزی کمسمال، این بنای یک آشیانه در گوشه شمالی میدان حاضره دوستی واقع بود، به کار سر کرد. از روی مسئله یکم، جشن 300 سالگی متحد گشتن روسیه و اوکراین، عبدالسلام دهاتی معروضه کرد. مسئله دوم تحلیل وضع تنقید و ادبیات شناسی بود که در این موضوع ساتیم اولغزاده سخنرانی مفصل به عرض رساند. در پایان مجلسی روز اول اعلان کردند که فردا ساعت 12 در پلنوم استاد عینی سخنرانی دارد. روز دیگر از صبح تالار مجلس از آدم پراپور بود. غیر از نویسندگان، نمایندگان علم و فرهنگ جمع شده بودند که سخن استاد را گوش کنند. پلنوم با سخنهای آخرین معروضه چیان و قبول قرار کار خود را به انجام رسانید. بعد از تنفس همه در تالار جمع شده انتظاری آمدن استاد عینی را می کشیدند. رسا ساعت 12 عینی همراه ترسونزاده به تالار داخل شد و با قدمهای قطعی زیر کفکوبی‌های اهل مجلس به سر میز ریاست برآمد. تا ترسونزاده عینی را خیر مقدم گفت، ایشان کمی نفس راست کرده در جای نشست به سخن سر کرد. رفیقان محترم، با وجود مشکل‌ها در وضع سلامتم، چند پیش قسم 4 یادداشت‌ها را به آخر رسانیدم. دستنویس اثر را همراه خود آوردم. من این اثر را به جشن 20 سالگی تاجیکستان چون تحفه تقدیم می کنم. اگر دیرکتوری نشریات هم اینجا باشند، دستنویس را به آن کس سپارم. همه با جان و دل کفکوبی کردیم. دیرکتوری نشریات میرکا نورمتوف برآمده دستنویس را از دست عینی گرفت. بعد عینی به سخن سر کرد. موضوع سخنرانی ایشان وضع زبان ادبی تاجیک، خصوصاً زبان اثرهای بدیعی و ترجمه های کتاب های نثر بدیعی بود. عینی با جانسوزی، با تشویش و غمخواری درباره وضع زبان تاجیکی سخن کرده، نقصان و تحریفات زبان پاک ادبی را سخت تنقید کرد. تا رفت به جوش می آمد. تا رفت صدای وی براتر و قطعی تر می گردید. به نظرم در این ساعت فراموش کرد زیر قالب جسمانی وی بیماری سخت کمین گرفته است. من هم در پیش نظر همان استاد سالم و پرغیرت و پرجذبه را می دیدم. سالهای آخر ندیده و نشنیده بودم که عینی در مجلس یا جمع آمده به این تفصیلات و این آتش و جوش و خروش سخن کرده باشد. بعد از پلنوم با ترسونزاده صحبت کردم. گفت که با عینی ملاقات داشته است و عینی به بازگشت من به استالین آباد اصرار کرده است. بعد صحبت دامالله من هم به همین عقیده آمدم که شما باید به استالین آباد بازگردید. خصوصا که بیماری دامالله خیلی سخت است. زودتر برگردید و در اطراف دامالله باشید. پیش از عزیمت مسکو به باغ حکومتی برای خیر و خوش پیش دامالله رفتم. استاد بالای کد پایهایش را غنچه کرده نشسته بود. پشتش خمیده و جثه‌اش کاهیده بود. با وجود گرمای تابستان بر رویمال غفص پشمی پیچیده می نشست. جوانی از نشریات نزد کد نشسته متن ماشینکش شده یادداشت‌ها را می خواند
و دامالله به دستخط خود نگاه کرده نظارت میکرد. خب چیکار میکنید اکنون؟ پرسید دامالله دفتر خود را یکسو گذاشته. فردا به مسکو میروم و کارهای ناتمام اتفاق را به آخر میرسانم و بعد کوچ را بسته به استالین آباد باز میگردم. صحبت ما مختصر بود. از پیش استاد با دل ویران و خاطری پریشان برآمدم. همان روز بلیط پاییز را گرفته روزی دیگر به راه مسکو برآمدم. در مسکو کار بسیار شد. اول اینکه برای شرکت در انجمن نویسندگان تاجیکستان در آخر اوگوست هیئت مهمانان را از نویسندگان مسکو و جمهوری‌های ملی ترتیب دادن لازم شد. موافق سفارش کاتبات اتفاق خلاصه مجله شرق سرخ را باید آماده سازم. با شدت کار میکردم که کارها را زودتر تمام کرده به استالین آباد تیزتر رسم. از بدتر شدن سلامت استاد عینی خبری رسید و شتاب زدگی افزونتر گشت. درباره وضع خود در آن روزها در نامه نوشته بودم. مهدی فردا 8 ایول به سمرقند می رود. همراه او در تردد سفر بودیم. بغاجها را درست کردیم و آن را امروز برده سپردنی هستیم. دیروز لطفیه تلگرام داده است که برای دامالله اپلسین فرستم. دیروز به چندین عذاب اپلسین گرفتم و فردا از فاتح نیازی فرستادنی بودیم. امروز فاتح نیازی را دیده بودم. میگوید که احوال دامالله سخت بوده است و میخواسته است که زودتر رفته رسد، ولی گرفتن بلیط دشوار بوده است. مصلحت داد که اپلسین را با سملات فرستم. از طرف دیگر این خبر مرا هم خیلی غمگین کرد. اکنون نیت دارم که هرچی زودتر به استالین آباد روم. مرا تا 25 ایول از اینجا احتمال جواب ندهند، ولی من این را تیزانیده میخواهم تا 15 ایول از کار جواب گیرم و نه 20 بلکه 17 ایول از اینجا برایم. شما هم تا علاجش هست کارتان را زودتر انجام دهید تا سراسیمه شده نمانید و 17 ایول به حضور از مسکو برآمده رویم. 7 ایول سال 1954. آمادگی سفر استالین آباد با شدت می رفت. چیز و اشیاهایی از بغاج مانده را بستم. در اتفاق هیئت مهمانانی در انجمن نویسندگان تاجیکستان شرکت کننده را ترتیب دادیم. خلاصه مندرجه مجله صدای شرق آماده و ماشینکه شد. دیگر برای 17 یا 18 ایول بلیط خریدن لازم بود تا زودتر به دیدار استاد عینی برسم. ولی هیهات 15 ایول از لطفیه برقیه رسید که پدرم درگذشتند. این کاغذ چون لخچه آتش دستم را می سوخت. گشته و برگشته این چند سخنی پردرد را می خواندم. با دلی سوزان، اشک روان و ناله پنهان به خانه رفتم. روزی دیگر صبح نزد براگینسکی آمدم. آن کس هم از اکادمی خبری درگذشت استاد را گرفته است. هر دو با دل‌های پر از درد و الم و دیده‌های پرنم یاد عینی می کردیم. یاد عینی در دل و دیده‌های ما زنده. از نزد براگینسکی به اتفاق نویسندگان رفتم. در کاتبات متن تعزیه نامه را برای روزنامه‌های مرکزی حزبی و دولتی ترتیب می‌دادند. من تا به آخر رسیدن تحریر آخرین تعزیه نامه در همانجا بودم. در همین وقت از استالین آباد خبر رسید که مراسم دفن استاد 17 ایول برپا خواهد شد. اکنون حتی با هواپیما نیز به مراسم دفن رسیدن ناممکن بود، زیرا آن وقتها هواپیمای لی 2 با 18 نفر سرنشین تا استالین آباد 2 روز با توقف شبانه در اکتوبینسک پرواز می‌کرد. من در شهر بزرگ و پرنفوس مسکو با دلی ماتم زدم تنها بودم. 27 ایول به استالین آباد آمدم. در فرودگاه کمال الدین و لطفیه
و باز 2-3 نفر دوستانی که از تاشکند به مراسم دفن آمده بودند پیشواز گرفتند. مرا راست به حولی کوچه‌ای بطنیکی حالا حمزه حکیمزاده بردند. این حولی پرشکوه و باغستان را به عینی حکومت تاجیکستان تقدیم داشته بود، اما عینی در این حولی 2-3 بار آمده بود و بس. دیگر همیشه در باغ شهری حکومتی اقامت داشت. چند روزها پیش از فوت ایشان همسرشان به اینجا آمده بود. جسد عینی را نیز به همینجا آورده، تکفین نموده، صلات جنازه شبانه پنهانی خوانده، تابوت را از همینجا برداشتند. همین شب تا یک پاس شب درباره روزهای آخرین استاد و از تفصیل مراسم دفن نقل نمودند. حکایتها دراز و سوگوارانه و همه را گفتن ناممکن بود. بامداد صبح دیگر با گلدسته و گلچنبر به سر قبر استاد رفتیم. استاد در گوشه جنوب و غربی باغ شهری مدفون بود. بالای قبر از گل و گلچنبرها پر بود. مدت خاموش سرخم پیش قبر ایستادیم. استاد زیر خاک خاموش بود، اما سیمای نورانی وی در فضای این گوشه به نظر می نمود. از دلم خطاباً به این نما صدای می برآمد: استاد بزرگوار، مرشد عزیز و راهنمای من، با دعوت شما 3 سال مقدم به استالین آباد آمده بودم. اینک حالا باز با دعوت شما به استالین آباد بازگشتم. آنچه فرمودید کردم. آنچه گفتید برای جامعه خدمت می کنم. از این بعد تمام هستی من، قوت و غیرت من برای علم و فرهنگ تاجیک صرف خواهد شد. آرام خواب کنید. به من باور کنید. من همیشه یاد شما، جانفشانی شما را برای مردم تاجیک پاس خواهم داشت.